سلام بچه ها، چطورید؟ یوسفم و میخوایم امروز بریم برای کلن وار بزنیم و ببینیم چجوری است. اول از همه قبل از اینا دکای وار رو بهتونشون بدم. این دک اولمه و که شامل مگانایت، ویچ، میرور، پرنس، زپ، اسکلتون آرمیه و گوبلین گنگ و بوم تاور. بعد دک بعدیم ویزارد، خفش بیبی، الکترو جاینت. ارزم به حضورتون که گوبلین ماشین، والبریکر و فایربال و فایر کرکر. دک بعدیم پکا و الیت بربریان و هوگو فرنیس و پرنسس و گوبلین برل و فایر اسپریت و ارو. و دک بعدیم جلاد و والکری و آیس گولم و آیس گولم و جاینت و دارت گوبلین و مینی پکا و برسکیتر، همچین چیزی، و بمبه. خب بعد من الان میخواستم از این مودش برم دوئلشو بزنم که فعلا شلوغه، واسه همین فعلا صبر میکنم که بزنه تموم بشه. بابت داشتونه. خب دکا رو که بهتون معرفی کردم، حالا میریم که داشته باشیم ببینیم چجوری ها میشه. خب با همین میریم. این دکم باخت نداده تا حالا، ببینیم این سری هم باخت میده یا نمیده. امیدوارم که نده. خب اینا که اسکلتون آرمی رو سرش میریزیم که قاطی قاطی شه و از راست پرنسو میریم و مگا نایت رو رو سرش میزنیم و زب کاور و عالی. خب ما زب رو میزنیم برای این خفاشا، ویچ رو میزنیم واسه جاینت و ویچ میرورمونم تا دقایق دیگه میکاریم از انتها. خب حالا بومتاوه رو میذاریم اینجا. خب اسپارکی رو بندازه، زد شاتشو، طوری نیست. خب حالا 3 ثانیه دیگه تمام شده. ما ویچو از اینجا میریم که جلوش از رو پل. خب این چون اینجوری شد ما میندازیم از این بر پرنسو که بوم تاور هم میندازیم و اینجا
و زیادی دیگه اینجا شلوغ شد. پس ویچ و زپ رو سرشون، یه زپ دیگه و برای این به اصطلاح شوالیه ها اسکلتون آرمی این دست رو بردیم. بریم با دک بعدی. خب فرنیس نه فرنیس یا فایر اسپریت پرنسس از انتها و پکا از روپو. بردگان رو برای خب خوبه فرنیس رو اینجا میذاریم. یه شات هم بزنه پکا خوبه. خوب ما هوگو با گوبلین برل رو با هم میندازیم اونوری. پرنسس منتظریم پکا پرشه که بذاریمش رو پل. عالی و فرنیس خوبه. یه شات دیگه. خب یه فایر اسپیریت اینجا و ارو رو تاور و پکا رو از وسط باش میده. پرنسس از وسط. فرنیس برای گله. از این پکا اگه بزنه تموم شده کار تموم. خب 10 ثانیه دیگه تموم شد. پرنسس بودو چه دمیجی نمیزد. خب حالا ما هم میریم برای یه اتک. اینجا هوگو با فرنیس و دوباره هوگ از وسط. اگه این کار نمی کردم داشت سوار می شد دیگه. اون وقت با اینفرنو دراگونه که پشت گلم انداخت داشت کینگ تاور رو می گرفت. خب بود بریم برای یه بتل دیگه با یه دک دیگه. بچه تا اینجا اگه خوشتون اومد لایک، ساب و کامنت هم برام بنویسید. نظرتون، انتقاد، پیشنهاد بدید.
میخونم و همه رو جواب میدم. به دوستای خودتونم معرفی کنید اگه کلش بازن رویال. والبریکر هم میریم که تا حواسش نزد، ولی بیبی کارو در بود. ویزارد رو میذاریم اینجا. هیچی نزد. خب اینو با گوبلین ماشین دفاع میکنیم و پشتش یا بیبی میریم یا فایر کرکر. بیبی میریم که خفاش هم میریم یه باره. و بیبی برگرد اونا رو بزن. خب بیبی داشت برگرد. فایر کرکر از اینجا میریم و ویزاردم از اینجا. گوبلین ماشین اروپول از این طرف هم والبریکر دمیج بده. خب اینجا رو با خفاش اگه بشه، نمیشه. فایر کرکر خیلی بد شد. الکترو ژاینت رو از روپول میریم. بیبی هم برای پکا که فکر نمی‌کنم زیاد بتونه. پکا رو بنداز. آفرین مرسی. ویزارد برای چپ و 25 ثانیه دیگه کار تمومه. دادیم دست. نش. بریم دک بعدی. بمب رو از انتها میریم. دارت گوبلین و جاینت از روپول. ولی آیس گولم، ببینیم آیس گولم کار در میاره. از روی این و مینی پکا رو رفتیم. یه شات هم بزنه برامون بس. زد. والکری جلاد ولی جاینت از روپول راست و خدای جاینت های کارش رو انجام بده. دارت گوبلین رو میریم و آیس گولم هم که از این بر
مینی پکا رو برای ویزارد گذاشتم رو تور. خب خوبه. بریم که الان والکری مطمئن ایوو داره. نه والکری بومبر جلاد ایوو جاینت از این بر و دارت گوربین هم از این بر و پکا مینی از این و والکری جلاد دوباره جاینت که مطمئنم الان مگا رو میزنه رو سرش. آیس گولم رو این برمیداره جلاد ایوو والکری. دارت گوربین جاینت بومبر و از این ور مینی رو میریم با چیز که اون ور کار رو در بیارم. آیس گولم از اینجا والکری چرا نداشت شو جاینت بومبر و مینی پکا. جلاد بشاد بزن خوبه. دارت گوربین جاینت و آیس گولم و والکری ایوو. بکنم این دست رو کانتداون ببر. دارت گوربین مینی پکا و جاینت و بومبر جلاد و آیس گولم و مینی پکا جاینت و بومبر. رو کانتداون برده. نمیشدم که تو این واش میبرد نمیزدمش. خوبه. این از دکای مال وارم بود که تستش کردیم به غیر از یکیش که نتونست بقیهش اوکی بود و امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کنین، ساب کنین، کامنت بذارین، حمایت کنین بچه ها تا ببینیم چی میشه دیگه. دمتون گرم.